سرخط خبرهای مهم. مهلت حبس 4 گمانبران تاجیک را در مسکو باز تمدید کردند. فرزندان والدین را که از عهده تربیت نمیبرایند از دستشان میگیرند و حمله‌آور کودک 8 ساله در پنجکین بازداشت شد. سلام بیننده های عزیز، برنامه نویدی بامدادی را با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان برایتان تقدیم می‌نماییم. امروز پنجشنبه 20 فوریه. پرزیدنت تاجیکستان فرمان دعوت بهاری برای خدمت در صف قوه‌های مسلح را امضا کرده است. طبق فرمان که شام 19 فوریه دفتر مطبوعات رئیس جمهور نشر کرد، مقامات رسمی وظیفه‌داران جوانانی از 18 تا 27 ساله را که اساس قانونی برای آزاد از خدمت و سببی برای به تأخیر انداختن آن ندارند به صف نیروهای مسلح از جمله نیروهای مرزبانی، نیروهای وزارت امور داخلی و گاردی ملی جلب کنند. در تاجیکستان خدمت در صف نیروهای مسلح برای مردان حتمی است و برای سرکشی از آن جزا پیش بینی شده است. بر اساس قانون اگر جوان سالم و مطابق با طلبات ارتش از خدمت در صف نیروهای مسلح تاجیکستان سرکشی کند، دادگاه میتواند او را یا جریمه بزرگ بندد و یا تا 2 سال به زندان محکوم کند. دعوت به صف نیروهای مسلح تاجیکستان همه ساله با سر و صدا درباره سرپیچی جوانان از خدمت و جلب مجبوری آلوده می شود. یک سبب اصلی سرپیچی جوانان از خدمت حربی حتمی 2 ساله را در بدرفتاری در صف نیروهای مسلح تاجیکستان می نامند که گاه‌ها با مرگ و معیوب شدن سربازان می انجامد. روز 19 فوریه دادگاه ناحیه بسمانی شهر مسکو مهلت حبس فریدون شمس‌الدین، سعید اکرم رجب علیزاده، دلیرجان میرزایی و محمد صابر فیضов را که در حمله به تالار کراکو سیتی هال متهم دانسته میشوند باز برای 1 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس قرار دادگاه این 4 زاده تاجیکستان تا آخر ماه مارس سال روان در بازداشتگاه خواهند ماند. این در حالی است که بررسی پرونده آنها میبایست روز 22 فوریه برگزار گردد. حمله به کراکو سیتی هال در نزدیکی مسکو در شب 22 مارس سال گذشته صورت گرفت. در رابطه با این حادثه حدود 20 کس بازداشت شدند که 14 نفرشان زادگان تاجیکستان هستند. این افراد از ماه مارس سال گذشته در حبس هستند. شرایط نگهداری گمانبران در بازداشتگاه معلوم نیست. والدین برخی از آنها به مطبوعات شکایت کردند که درباره دسترسی فرزندانشان به وکیل دفاع خبر ندارند و بیش از نیم سال باز از امکان دیدن فرزندان محرومند. رئیست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه به پدر و مادران هشدار داده است که از این به بعد میلیسیای پایتخت از والدینی که از عهده تربیت فرزند خود برآمدن نمیتوانند کودکشان را گرفته در مؤسسه های مخصوص تعلیمی جایگیر میکنند. مقامات این تصمیم را در اساس ترتیب مقرر نموده قانونگذاری شرح دادند. این اعلان در پس منظر حادثه از مادر جدا کردن نابالغ نشر شده است. یک نابالغ 15 ساله در اساس حلنامه دادگاه ناحیه سینا از مادرش گرفته و در مؤسسه مخصوص تعلیمی لیسه مخصوص کسب تکنیکی شهر دوشنبه سپرده شده است. به اطلاع منبع، حکیموف او ساکن 15 ساله شهر دوشنبه در یک قطار جنایت‌های دزدی دست داشته شبانه در راه‌های ماشینگرد به آوارگی و طلبندگی مشغول می‌شده است. به گفته مقامات مادر نابالغ در تربیت فرزندش بی‌مسئولیت جدی ظاهر نموده است و او را به آوارگردی و طلبندگی مجبور ساخته است. حالا نسبت به مادر نابالغ منظور از صوفیه و با ماده 73 کودکس اویله تاجیکستان که گرفتن کودک را به محروم کردن والدان از حقوق پدر و مادری اجازت می‌دهد تطبیق شده است. و حالا می رویم به ناحیه خراسان که آنجا والدین یک جوان در دهه نوزمین 7 ماه باز پسرشان را جستجو دارند. محمد محمدقلوفی 26 ساله روز 29 ایول سال گذشته همراه رفیقانش به آبازی رفته دیگر برد نگشت. دوستانش گفتند او در دریای وخش غرق شد ولی نزدیکان جسد محمد را پیدا نکردند. از این رو امیدوارند که روزی از او یگان خبری میرسد. چشم در هم بچه من یه ماشینم بزگره میگه مادر بچه محمد. ملکه محمدقلووا ساکن دهه نوزمین در ناحیه خراسان 7 ماه است که هر روز خود را با امید شنیدن خبری پسرش آغاز میکند. هر زنگ تلفن مثل آتش به قلبش زده دلش را بیقرار میکند. میگوید هر باره که صدای ماشین را از کوچه میشنود یا تلفن زنگ میزند گویا تمام دنیا برای یک لحظه میخواهد به او خبر دهد یا زنده است یا مرده. پسر او محمد محمدقلوفی 26 ساله روز 29 ایول سال 2024 با مادر خداحافظی کرد و رفت.
بخبر از اون که این آخرین خداحافظی خواهد بود. محمد با دوستانش به آبازی رفت. همان روز در آبهای پرتلاطم دریای وخش غرق شد. جسدش را پیدا نکردند. از همه خواهش دارم، از همه مأموریت، همین برای یافتن فرزند من یار بگیر. التماس از همه. پدر محمد عبدالسلام محمدقولوف خبری مرگ پسرش را در روسیه شنید و همان روز به خانه برگشت. او زود به ساحل دریای وخش می آید، به آن محلی که فرزندش آب در کنارش او را به قعر خاموشی خود کشید. با چشمان پر از غم به جریان تند دریا می نگرد. به گفته این پدر، در روزهای اولی غرق شوی فرزندش کارمندان حالتهای فوق‌العاده و نزدیکانش بیش از 4 ماه تا مرز افغانستان دریای وخش را کوفتند، ولی به جایهایی که مجرای دریا تند حرکت میکرد غواصان در آمدن نتوانستند. اوجاگو ما اوی روان نمیکنیم گو ممکن نیست ماداگو ما تو همی آدما چون بی عدالت بی هیچی هم تا کوفته ایسه خیلی چی تای اودا بسیار سر نمیتونه کو اوجا 4 متر 5 متر چکرگیش اونه که تیز میروه من امو روسیه را امتیاز گوزانم کلام ما میکنیم گو لبای جلو میکنیم گو سان ویا یکی وقت پلیسونا زمان نرسید و پلی کلام گفتند. مقامات حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان گفتند بیش از 1 ماه جسد محمد را جستجو کردند ولی به نتیجه نرسیدند. در همین مدت جسد 3 نفر دیگر را از ساحل دریای وخش یافتند. محمد هنوز نیست. همساله در روزهای تابستان غرق شوی ساکنان به هنگام آبازی در ساحل کل و دریاها ثبت می شود. طبق گزارش‌های رسمی در سال گذشته در تاجیکستان 179 نفر غرق شدند. ولی مادر غمدیده ملکه محمدقولووا هنوز در انتظار فرزند است و هنوز به این سوال پاسخ می جوید که فرزندم کجاست. کشورهای عضو اتحادیه اروپا به اوکراین 6 میلیارد یورو کمک می‌رسانند. نشریه پولیتیکو نوشته است که این یاری‌ها باید موقع کیف را در مذاکرات با روسیه مستحکم کند. یاری‌های نفت، تجهیزات نظامی از جمله 1.5 میلیون گلوله توپخانه به نظام دفاعی هوایی را در بر می‌گیرد. این یکی از کلانترین کمک‌های اتحادیه اروپا از زمان حمله روسیه به اوکراین گفته شده است. قرار است بسته نوی کمک‌ها تا 24 فوریه به اوکراین پیشنهاد کرده شود. پولیتیکو از قبل 2 منبع در دایره‌های دیپلماتی نوشته 6 میلیارد یورو مبلغ ابتدایی است و می‌تواند تا 10 میلیارد یورو زیاد کرده شود. مقامات انتظامی مردی را که در پنجکند به دخترچه 8 ساله با کورد حمله کرده بود بازداشت کردند. اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نواری با کورد به شکم یک دخترچه زدن این مرد کلانسال نشر و باعث واکنش‌های زیادی گردید. به گفته مقامات این مرد در حالت مستی به شکم دخترچه 8 ساله با کورد زد. در شعبه کارهای داخلی در شهر پنجکند به آزیا پلوس گفتند حادثه روز 16 فوریه در داخل بازار مرکزی شهر پنجکند رخ داد. به اطلاع منبع کودک ضرر جدی نبرداشته به او یاری طبی رسانده شد. در این نهاد خبر دادند که روز 19 فوریه گمان بر این حمله مرد 53 ساله ساکن جماعت دهاتی شینگ شهر پنجکند که قبلا با جوابگری کشیده شده بود بازداشت گردیده است. نسبت به این مرد تفتیشات ادامه دارد. نظر والدین این دختر نسبت به این قضیه معلوم نیست، ولی در شبکه‌های اجتماعی نوارهای همان دخترک نشر شدند که از ساکنان برای دستگیری و همدردی اظهار سپاس می‌نماید. بخش یک روز تاریخ از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 20 феврал бо ташаббуси Созмони Милали Муттаҳид рӯзи ҷаҳонии адолати иҷтимоӣ таҷлил мешавад. Ин сана ба хотири ба ҳукуматҳо ёдрас шудан аз арзиш ва меъёрҳои мисли таъмини ҳуқуқи иҷтимоӣ, баробарҳуқуқӣ, ҳамоиш бо ҷомеа, таъминот бо кору пардохти маоши шоиста таъсис шудааст.
روز 20 فوریه سال 2006 رسمی افتتاح ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده 2 برپا شد. بر اساس سازشنامه 180 میلیون دلار خرج ساختمان را جانب ایران و 40 میلیون دلار باقی مانده اش را تاجیکستان به عهده گرفتند. نیروگاهی که تا سال 2014 بر فراز رودخانه وخش پره ساخته و به استفاده داده شد، در مجموع 220 مگاوات نیروی برق تولید میکند و تا اندازه نیاز تاجیکستان به نیروی برق را برآورده می‌سازد. 20 فوریه سال 1929 زاد روز آهنگساز یعقوب سبزنف است که در 84 سال عمرش برای ایجاد و رشد موسیقی زمانوی و کسبی تاجیک سهم زیاد گذاشته است. این نماینده یهودی‌های بخارایی زاده دوشنبه بود و بعد ترک تاجیکستان هم همیشه با افتخار خود را یک آهنگساز تاجیک معرفی می‌کرد. مؤلف ده‌ها اپرا و ترانه‌ها از جمله بازگشت، امتحان، داستان سیمفونی یاد رودکی بود. ترانه‌اش زیبنده تو را لباس اطلس تا امروز چندین بار بازخوانی شده است. بانک ملی قرب اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل برابر است به 121 سومانی، 100 یورو به 1142 سومانی و 100 دلار 1095 سومانی مقرر شده است. بینندگان عزیز، شما نوید بامدادی رو تماشا کردید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر، خدا نگهدار.